بچه الان ساعت 10:15 بلند شدی از صبح زود تو بشینیم بریم داخل این اتاق. یه چیا هم آب ببریم مثلا آب اینا باکن. یه بطری آب هست، اون یک بطری آب بعد بابام اومد خونه بهم میده. این آب خیلی الان مهمه. یه سری خوراکیات هم هستن با پاشم برم پایین بخرم. یه نخورم یه ویتامین C خریدم، یه نونه چیپس چون برای بازی میبرم دقیقا حسن حسنه. این ورق هم میبرم، ورق بچه ورق تا اینکه اگر میگه دوستی اومد کسی اومد میشیم عاشق ورقی بازی کنیم. خب آقا بریم خوراکی هم بریم چالش شروع کنیم. دیگه نمیتونم برم بیرون یا خود ساعت هم آقا بگیریم. میان داخل ساعت و اینجا تایمر. خب اینو کلا کمش کنم اول از همه. اینو آقا میذارمش 15 ساعت. خب شروع از الان شروع نشد دیگه. اشم یه پتو بالشم پیدا کردم، همینش خیلی الان خوبه. آقا برای اینکه حوصله‌ام سر نره میخوام پاشم برم یه آهنگ چیزی گوش بدم. یه موقع برم آهنگ گوش دادم. چیان داخلیم اشتشوار اونا وقتی جارو بقری من داخل میخوام چند چی بخوریم و نگاهی فیلم کنیم. میخوایم فیلم ببینیم. تو فیلم هامکیمو ببینیم، کلبه ورشش رو ببینیم. میتونی الان چی ببینیم داخل یوتیوب؟ مثل بیس که من زبانش که نمیفهمم با بشم هم پوری و وست میبینم. یه خنده مثل بیس نمیرم نگاه کنم. ویدیو که در نظر رو هم ویدیو هامکیمه یه باشه تایمره ها نگاه کنی. من که زج روی میکشم خواهم هامکیم حداقل زمان رو سپری میکنم. آقا دیگه ما اینجا پخش براتون نمیذاریم بریم فیلم رو ببینیم. مستش تغییر کرده باشی. یکم شیرین تر انگار شده. نمیدونم واقعا نمیدونم. باورتون بشه یعنی هنوز 1 ساعت هم نشده. شما خود داره ویدیو رو با کات میبینید دیگه. قد کابت ما چون نمیشه 15 ساعت واقعا باشه. نگاه کن آقا تازه الان 14 ساعت و 29 دقیقه و 35 ثانیه دیگه مونده. آقا دارم لایک کن تا خوب بشم. آقا یه میخوام یه کاری کنم، اینکه بشینم با این اسپینرها واسه کنم که بعد یکم حوصله‌ام سر میره، یا اینکه پاشم به یکی زنگ بزنم باهاش صحبت کنم، یا اینکه اصلا آهنگ گوش بدم. روی صندلی هست نشستم پشت اون اتاق نگاه کنم نه خط رد نشدم و الان بیرون دارم فشار میخورم. خبر خوب بخه 1 ساعت شد. آقا 1 ساعت چی با 15 ساعت مطمئن باشی. البته انگار 2 ساعت شد. آره 2 ساعت شد. الان 13 ساعت و 54 دقیقه دیگه مونده بیایم از این اتاق لامصب آشغال بیرون. خستم تازه 25 دقیقه دیگه مونده 13 ساعت تمام باشه. خورد خستم آقا لایت کن. خورد خسته شدم واقعا. 3 ساعته توی این اتاق لامصب کثافتم. اسم دارم نگاه بیرون میکنم. آقا یه سری چالش هم داریم میدیم فقط صبر کنم که بیاد تا برم چیه که گفتم بدم بردی مجازات تا اینا بریم انجامشون بریم جر بخوریم. آریان که زنگ زبر مجازات دادن چیه که ویدیو که حوصله صبر نشه. تازه الان 13 ساعت و 11 دقیقه و اینا دیگه مونده. حدوداً 3 ساعتی که ما تو این اتاق موندیم
و داریم همین جر میخوریم. خب باورتون باشه یا نه الان ما 4 ساعت داخل اینیم. یا خدا آقا زنگ زدم موضوع گمین زنگ جواب بشونم اینا، ولی آقا دارم جر میخورم. لایک کن حداقل لایک کن. یوتیوب هم سری میزدم به خاطر شما این کانال گیممون که اینقدر پیشرفت کرد. خوبه آقا خوبه، فقط تامنیل اینا هم بعدم با بزنم. پست گذاشتیم آقا، پستمون درست شد. اینا بیار آقا 14 تا ویدیو 14 تا سابسکرایبر. بریم اون یکی کانالمونم، همین کانالی که الان توش دیدم اونم نشون بدیم. خب برابر اینجا اینم یکی کانالم 4 تا ویدیو 13 تا سابسکرایبر. به پست ها فعال شد بودن بازدید کل این کانالمون. منم چقدر بقا رفته اینترنت ضعیف 80 رو خورده تا خوشحالم راضیم. این ویدیو قدر بود که دوستا یه داشتم چالش یه چیزی بود، میخواستید میتونید برید حتما نگاش کنید دیگه. اینم کنانه کم توشید. آره دیگه آقا میخوام مثل چالش هایی برم. نمیدونم آقا اومدم تو کمادمون بگردم. کمادم تو اتاقه. خب نمیدونم چیزی از غنیم پیدا میکنم یا نه خاطراتی زنده کنی. بچه‌ها این زمانی که کلاس 4 بودم بهمون دادن مجتمع آموزش البرز 420 سال تحصیل 401 402. وای آقا خاطرات من به همین زنده شد. واقعا راست میگم. یکی بهم گفت که دوستان گفت 15 تا شنا برو و ما هم الان بهشون میگیم باشه خب دیگه من شو خستم هست دست و پام. بریم آقا بریم یه 4شون انجام بدیم. تو تن نمیتونم برم واقعا. وای چقدر نمیتونم دیگه شنا برم. چرا آقا تونستیم 7 تا بریم، باقیه‌شو به خاطر اینکه جبران بشه این تا اینجا آبو میخورم. آقا دستشویی من میره، خودت حساب کن قرارش زجری بکشم. بریم این آب منو بخوریم از اینجا تا اینجا. دستشویی من میگیره ولی تشنم هم هست. آقا بریم 3 2 1. آقا برقا هم نیست، گوشیم 15% داره. وای آقا اقدر دیگهش مونده. اینقدر دیگه مونده بودی واقعا ول کن. اولم بد شد گرمه داغونم. فکر نکنید کار آسونی، واقعا کار سختیه. دوستام نبودن، بعدی زنگ زدی چالش داد که یکی حالا بیاد خونه بابا کسی ازش چالش رو بگیرم. اصولا امیدوارم حداقل دوستان بیان دیگه تا موقع بریم حداقل باشون پاسور چیزی بازی کنیم. اینکه همه آقا نکن نمیتونی ببینید ولی واقعا گرم دارم میمیرم. آقا تازه 12 ساعت و 30 دقیقه و خورده دیگه مونده تا برسیم به 15 ساعت. خیلی داغونه وضعم. اتاق بهتون نشون میدم بچه. این نرفتم بیرون، فکر نکنید رفتم. خواستم که اتاق بهتون نشون بدم که چی آوردم شدم. این کمدمه، این هیچ یا خدا این پلاستیک آشغال برای آشغالامونه. این کیف زبان ما گفتم شاید بیان میگم بخونم زبان.
کتابم توش میخوام کنم. بله لباسای بیرون هم گذاشتم روی این دره بسته نشه. کلید، بالش و پتو، پنکه بعد بزنمش تو برق، شارژر، این که یه تلسکوپه که رونماییشو بعدا براتون میگیرم، میز برای اینکه بشینه برم بیرون رو نگاه کنم، پنکه خراب کن. هیچی آقا، این مال بچگیامه، رفتم پیداش کردم دیگه آوردمش، بعدم خوام بدمش به یکی. پاسور، داخلش پاسور نشونتون دادم. اسپینر، یکی دیگه هم اینجاست. این گویه خیلی باحاله، بعدم بتونه نشونش. یه روبیک، آب و این همون یکی اسپینرمه. این آقا من قولن یه دو اتاق رو بیا بهتون نشون بدم. من از اتاقمون بود نرفتم بیرون، دم دلنگو پام لبالب با بیرونه. سابسکرایب کن. آقا یکی از بهترین آهنگا، خیلی خوبی آهنگ اینجاش، نگاه کن اسمش همینه. من فکرم کپی رایت بخورم برای همین نمیذارمش، ولی حتما برید آهنگو دانلودش کنید. اسمشه خیلی خفنه آهنگ باشه، این تایمی که مونده خیلی خفنه اصلا، باید نگاش کنید. باشه استر داشته باشه بیرون رو میرم بیرونه. کوچمونه اوارم نمیتونم بهتون نشون بدم چون که میخواد به تور ایجاش پاره بود نشون دادم و بخواه یکم تار اینا میشه بده. اوکی آقا این هم از بیرونمونه ها، کیف کنید ها، کیف. چالش خودم میخوایم بریم همون بهشترسیم یک بارفیس دم در اتاقه، اونو یه جوری گوشن دستم نخوره به زمین. آقا میخوام چالش بگم که رو بارفیس حالا کره عجب غریب کنم، اگه بگفتیم بیرون که دیگه میدونی چالش تموم شد و منم با هر مجازاتی که شما گفت و دوستان گفت قرار 30 تا بشه و انجام میدم، ولی اگه نشد انجام نمیدم. ولی یه روز مونم میخوام انگار تارزانه برم بالا. خدا حالی میده آقا، من چند بار این کار انجام میدم. من خواب بریم چند تا دیگه جان، چه حالی میده واقعا، خیلی حالی میده. دست نخوره به زمین ها، داغون شدم. آقا قراره بهتر کنم، میخوام چند چالش خیلی خفن بریم تا ویدیو حوصله سربر نشه. و آقا بابام داره میاد بیسکوت داده بیاره، ما میخوایم به مجازات خیلی خفن بریم که بردیا داده بود. خدا لعنتت کنه بردیا، لعنتت کنه. ما بریم چالش دیگه بریم. چالش قبلی که بریم سر چالش بردیا اومدیم با 5 تا پشت سر هم طناب بزنیم. من خودم یکی و من دو تا خیلی آروم میرم و نمیتونم بزنم. حالا دیگه بریم ببینیم میشه رفت یا نمیشه رفت. حداقل یکی نکن بزنم. نه داغون شدم. حساب نبا آقا، یه دار دیگه میری. آی ننه، آی پام، آی آخ اوخ ای. نه اصلا نمیشه رفت. یه چالش نتوسته بریم. این یکم آبی که موند و میخوریمش. اینم از آب من گرما میپزم حقیقتا، خیلی گرمه. برقم هم ساعت 2 میاد رفته، واقعا رفته. دارم داغون میشم آقا. لایک کن، نشامت بخشید از دلمون بردید. لایک کن. این آبی که اینجا بود یکم زدم به صورتم، داشتم گرما این گرما میپختم. بابام بیا بدم این آبو بره پرش کنه. دارم میپزم. آقا بذار اگر پامون رفت بیرون تا 5 ثانیه فرصت داریم برگردیم. خب و اگه پامون گذاشتیم بیرون نمیتونیم تکون بخوریم.
قانون خوبیه. بابام اومد بستنی آورد، دارم گرما میپزم، دارم میمیرم. لایک کن. این یوتیوبمونو وریفایش کنیم. اون یکی کانالو حالا نگاه چالشه برگاهی میره عقب و عقب‌تر. حالا مهم نیست، داریم مکدنی میخوریم. سوختم. تایمی که مونده 11 ساعت و 45 دقیقه دیگه آقا. تا مونده از این اتاق آل به همسن پاشیم بریم بیرون. خدا من رفتم بیرون دیگه پومو توی اتاق نمیذارم. واقعا راست میگم. بینازم بالاخره شد 5 ساعت گذشت. 10 ساعت دیگه بمونیم. حالا مهمه که داره میگذره دیگه. خب مهم همینه چالش اینا هم میریم، نگران نباشید. تایم که الان نشون 10 ساعت و 59 دقیقه و 22 ثانیه دیگه تمومه. منطقیه. با الان دقیقا 5 ساعت ما داخل این اتاق هستیم. بنازم آقا شدم. بریم گوشیمونم بزنیم شارژ گوشو بردم. مراقبتی رو کنیم. بقش میگیره ما رو. آقا بیا اینم حسیش. بریم گوشیمون بزنیم شارژ. هنوز چارجره، هنوز این کابل کار میکنه. یا خدا واقعا واقعا خستم واقعا خستم. همم خوابم، دستشویی دارم، معلوم نیست چجوریه واقعا، ولی کلا خستم. داشتم میگفتم خسته، داغون، وضع خراب. آقا حتما نظرتون رو بگید. بخواید دفعه حالا اون 2 روز زندگی در خانه رو براتون میذارم. اگه خواستید بگید دفعه بعد چقدر داخل اتاق باشم، دفعه بعد چیکار کنم. خود دفعه بگید 24 ساعت درکتون کنم، 15 ساعت مونده، ولی همین دارم جر خواهم نگیدا. فقط یه چیزی در مورد این فهمیدم. اون سره اینا توش پوشه. میدونی چیه؟ این همون تنابه. تازه اون یکی هم هست سرشون جا بجا کنیم. اون یکی هم هست تازه. اینو بزنیم برای سوسماس. وضعیت که خیلی خوبه، خیلی. فقط ببین چی پیدا کردم. اینو نگاه کن آخه، نگاش کن آقا، این خیلی خفنه. قبلا که کیمدی باز بوده اون چاپان بود از 2024 اومده. خیلی وصل میکردم به اینا بذارید نشون. خیلی هم هستم تا بهتون نشون بدم. اون معروفاشو بهتون میگم. 100 مسی، 90 کارل آنجلوتی، این فیل فودنه، نمیدونم 81 که آره کنم فیل فودن باشه. خب اینجا مد هاوس بکنم این بود، همین درسته. 100 هم هست. خب مسی 89، خیلی من کم بازی کنم میرتونم. این دو دوشون کارلوس 100 هم هست. دوباره مسی 100، آنجلوتی 90، مودریچ 96، وینیسیوس 98. مال 24 انا. اینجا ایرانی داریم ولی نمیشناسم حقیقتا، نمیشناسم. دیگو مارادونا 100. خب آقا این راموس 100 داری اشکال.
بعضی راموسمونه اینا رو نمیشناسم. شوامین 83 و امباپه 92 پاریس سن ژرمن همش داخل این گوشه. آقا اول سال چقدر دیگه تایم هم مونده؟ 8 ساعت و 40 دقیقه و 22 ثانیه. اصلا 10 ثانیه الان که ساعت 4:44